سلام، امیدوارم که خوب باشین. یک دوره جدیدی رو براتون داریم استارت میزنیم به نام از سلام تا سفر. برای کسایی که همیشه درخواست داشتن که ما فقط میخوایم مکالمه‌های زبان ترکی رو که به درد سفرمون بخوره رو یاد بگیریم و حوصله گرامر نداریم. ما قراره توی پلیلیست از سلام تا سفر تمام لوکیشن هایی رو داشته باشیم که شما توی سفر به ترکیه ممکنه بهش بر بخورین و حتما بهش بر میخورین. اول سلام علیک کردنه که کامل باید با هم دیگه یاد بگیریم. به گرامرش و اینکه چطوری ساخته میشه اینو هم کاری نداریم. فقط قراره لغت ها و جمله ها و عباراتی که به دردمون میخوره حفظ بکنیم. بعدش چطوری خودمون رو معرفی بکنیم، توی فرودگاه به چه چالشایی برمیخوریم، چطوری تاکسی بگیریم، تاکسی سرمون رو کلا نذاره، بریم هتل بتونیم اتاقمون رو تحویل بگیریم. اگه چیزی توی هتل کم بود، توی اتاق مشکلی بود، بتونیم اون رو در میون بذاریم با رسپشن هتل. بعد میخوایم با هم بریم خرید، بریم جاهای تفریحی و گردشگری رو ببینیم و تمام موقعیت‌ها و لوکیشن هایی که شما قراره بهش توی این مسیر و این سفرتون به ترکیه بر بخورید. پس با ما همراه باشین و ویدیوهایی که به صورت هفتگی میخواد براتون آپلود بشه رو حتما نگاه بکنید. این ویدیوها مختصری هستن از دوره سلام تا سفر ما. یعنی ما یه دوره خیلی جامع‌تر هم داریم که دیگه همه اون چالش ها رو برامون توضیح میده و یاد میده. مثال میزنم، ما توی سفر ممکنه که بریم خرید بکنیم. توی خرید کردن حالا این سایزش چنده، من این رنگو میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، همه اینها رو ما توی این ویدیوهای رایگان یاد میگیریم. اما توی دورمون اگر که لباس زدگی داشته باشه، میخوایم پس بدیم، طرف لباسمون رو گردن نمیگیره، میخوایم مثلا به زور بگیم آقا اینو تو به ما دادی، یا مثلا یه اسکناس تقلبی به ما میده حتی که میخوایم اونو بهش پس بدیم. همه این چالش‌ها رو هم توی دوره میخوایم با هم داشته باشیم. اما تا اونجایی که فضای یوتیوب میطلبه، من ویدیوها رو جوری براتون طراحی کردم که گذاشتم که بتونین گلیم خودتون رو عذاب بکشین بیرون و اگه علاقه داشتین برین سراغ دوره. همه شما اینو میدونین که حمایت شما در یوتیوب به شکل سابسکرایب کردن و لایک و کامنت و معرفی ما به دیگران هستش. پس این حمایت رو از من هم دریغ نکنین تا بتونم با انرژی بیشتری ویدیوهای قشنگتری رو براتون بسازم.